و یک خبر هشدار درباره خطری روبرو شدن با جانوران وحشی اخیراً در نتیجه حمله یک خوک وحشی یا گراز در ناحیه شمس‌الدین شاهین ساکن محلی دولت‌علی کریموف 33 ساله جان باخته است. حادثه روز 25 ایول رخ داده. رادیو آزادی جزئیات را نو دسترس کرد. یک منبع در اداره کارهای داخلی ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 11 آگوست گفت واقع زمان رخ داد که کریموف همراه پدرش به کشاورزی مشغول بود. مصاحبی ما نقل کرد که خوک از پشت حمله کرده برانی پای و اعضای دیگری بدن دولت‌علی آسیب سخت رسانیده است. پدرش کوشش کرده است که مانع خونروی زیاد شود اما او را نجات دادن نتوانست. حمله گراز به ساکنان گوشه‌های دیگری ولایت خطلون در گذشته هم رخ داده است. مثلا سال 2015 در ناحیه واسه یک دختری 10 ساله همین گونه جان داده بود. جنگلبان‌ها میگویند تعداد خوک‌های وحشی و گراز در منطقه کولوب زیاد شده به 8000 سر میرسد. 2 سال پیش این رقم به 5000 برابر بود. شکار گراز در تاجیکستان اجازه داده شده است ولی بسیاری از ساکنان گوشت آن را حرام شمرده از شکار خودداری میکنند.